کمتر بالاتر میریم اینجا درش نوشته روزنامه خطی. ما وثیقه خصوصا هر شماره روزنامه را میخونیم صبح چیزای جالب دارن که اما وقتی که یک چیزای برآمده است این چیزا رو صرفا نمیرن چی باشه چه علامت است؟ چه علامت ها در روزنامه بسیار میشوه یا نشانه چی هم؟ مثلا نفهمیدیم. راستی روزنامه خطون بخش به نوآفریدگیش یک طرح جدیدی نو مثلا راهپردازی کردگی است. موادها طریق QR کد در شبکه‌های اجتماعی ویدیوش میگذارد و QR کد آنها را باشد در صفحه‌ها جا می‌کنند تا اینکه خواننده‌ها توانند معلومات بیشتر را از ویدیو تماشا کنند. و مثلا چگونه با این وارد میشیم کاری آسان است. هر یک ما امروز با اینترنت پیوست هستیم و این گوشمان داریم. شما با فکر هم خودتون داریم. مثلا تلفن و میکشوی بالاش اسکانر داره نشونه که یعنی که این پروگرام را از پلی مارکت کچات میکنید. اسکانر دا وارد میشه اینترنت گیریان میکنید اسکانر دا وارد میشه و همین مثلا نشونگی است که تبریکات محمد علی ایوبی بخشیده به سالگی استقلالیت دولتی. مثلا شما میخواهید که بدونید که محمد علی ایوبی چی تبریکات کرد بخشیده به سالگی مردم. همین QR کدی که در همینجا گذاشتگی است همین گونه اسکانر میکنید. بعد میبرد که پیرایتینگ اساید زیر میکنید همزمان وارد میشود به همون ویدیویی که همینجا نامش هستگی تبریکات محمد علی ایوبی بخشیده به سالگی استقلال دولتی. کاری آسان است. با پورگی میتوانید که تماشا کنید. همین گونه هر یک ویدیوی ما هر یک شماره ما بطر برسد. دوستان عزیز بینندگان، خوانندگان و نفرانی که به روزنامه خطون علاقه‌مند دارید و بیشتر مطالعه میکنید اگر شما نیز با این گونه حالت روبرو شدید پس این ویدیو را استفاده کنید با تلفن هوشمند خود وارد شوید چون که روزنامه خطون از این پس شماره‌های خود را طریق QR کد بطر می‌رساند.